ایادت دانشجو از طرف ریاست فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره صبح 27 انوری سال جاری ریاست فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره از جمله دیرکتور فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره خالقزاده مظفر غفور، معاونان او عاید به کارهای تعلیم و تربیت مسیم و کیمیاخان صالح ذاکرخواجه و نمایندگان تشکیلات جمعیتی آرمان دلها رحمت الله رحیمبایف، حبیب الله اسماعیلوف و دیداربینی دانشجوی بخش اول دانشگاه تشریف آورده از حال و احوال دانشجو ذکرالله خواجه اسرار فرسان گشته از دستاوردهای و اختراعکاری‌های او دیدن نمودند. ضمن ایادت آمادگی ریاستی دانشگاه جهت مهیا نمودن شرایط و امکانات مساعد عاید اختراعکاری‌ها و نوآوری‌های دانشجوی نام برده ابلاغ کرده شد. خالقزاده مظفر غفور تاکید نمود که در پرتو سیاست خردمندانه و جوانپرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و طلبات آیین‌نامه دانشگاه جهت همه‌جانبه دستگیری نمودن جوانان اختراعکار و لیاقتمند و نوآور از طرف دانشگاه برای اسرار ذکرالله خواجه شرایط سازگار تحصیل تکمیل‌دهی در ساحه اختراعکاری تمام چاره‌های مؤثر اندیشیده می‌شود، از جمله از حدود بینای دانشگاه برای گذاشتن و آماده ساختن محصولات اختراعکاری و اتاق مخصوص جدا کرده می‌شود و تمام امکانات‌ها برای سرقلب دادن ملکه و مهارت اختراعکاری دانشجو یادآور باید شد که اسرار ذکرالله خواجه چند پیش در آزمون علم فروغ معرفت اشتراک کرده جای نمایان را اشغال کرده بود. او جوان اختراعکار و نوآور بوده دوام 4 سال بیماری بستری بودنش زیاد از 50 نمود اختراعات اختراع کرده است. همیشه آرزو می‌نمود که در سمت رسیدن به مقصد و آرزوهایش در سمت اختراعکاری موفق و کامگار باشد. رئیس ولایت مرا خودشان قدردانی کردند. من با رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده رقص گرفتم گفته و از موفقیت دانشجو از این اقدام نیکی راهبریت دانشگاه خوشنود و سرفراز گشته عرض سپاس خود را به پیشوای ملت جهت تشکیل آزمون‌های اختراعکاری هوسمندگردانی جوانان اختراعکار و لیاقتمند و مورد دستگیری قرار گرفتن دانشجویان امکاناتشان محدود اینچنین مهیا ساختن شرایط سازگار جهت آموختن علم و هنر بیان نمود. وعده داد که جواباً به غمخواری راهبریت دانشگاه در سمت اختراعکاری‌های نو به نو فعالیتش را جانب نموده هرچی بیشتر و بیشتر در ساحه تکنیک و تکنولوژی معاصر غایه‌های نویکاری را به راه مانده از پی اختراعکاریان نو گشته برای بلند برداشتن نفوذ دانشگاه خویش در عرصه بین‌المللی و معرفی جوانان اختراعکار و لیاقتمند تاجیک همه‌جانبه کوشش می‌نماید. دستگیری جوانانی واقعاً با استعداد و لیاقتمند و اختراعکار و نوآور چون ذکرالله خواجه از طرف راهبریت دانشگاه تشکیلات‌های جمعیتی و شخصان سخاوتمند و خیرخواه اقدام صغیر وقتی بوده آینده برای تربیت نمودن نسل نوآور ملت منفعت آور است. خالقزاده مظفر غفور وعده داد که روزهای نزدیک به ذکرالله خواجه جهت ساختن شرایط سازگار و زیست و اختراعکاریش با تلویزیون زمانوی با اینترنتش و لوازمات‌های رخت خواب تقدیم می‌نماید. امیدوارم که این غمخوری‌ها نسبت ذکرالله خواجه بی‌پاداش نخواهد ماند و او همچون دانشجوی موفق و نوآور در سمت ساحه اختراعکاری نفوذ تاجیکستان عزیزمان را در عرصه بین‌المللی بالا می‌بردارد، زیرا ما به هنر والا و مهارت و استعداد اختراعکاری ذکرالله خواجه اسرارov باوری و اطمینان کامل داریم. دستاورد و اختراعکاری او شهادتی گفته‌های بالایی در حق روبورت میخواد راه میگرده اینش این منظره طرزی ناپورش حتی اونو در بیمارخانه همون بیماری بستری بیماری این ساختگی ما وکرگی نوار گیتگی بودن اینش اکسکواتور همون شکل خوردش من ساختگی اینش تنگ خوره این تنگه مانی خودش میخورد به طور اتوماتیک اینش اپراتی دونک شکنک دونکا در یک روز تا 10 لینگ دونک رو میشکند این سیتکش مثلا مغزو پوچاقش این طرف و دونکش دیگه طرف با شکسته جدا میکنم این همون منظره که از اینجا های همون این میکسری مثلا به وای سویتکی نیو دستش اختراع کردم هر جانب مثلا طبیعت انده ما پخت و پس کردیم میتونیم با این و اینش وای نیروارم کننده بازی اینش برای کودکا ساخته که مثلا کودکا تلفن که وای نمیکنن و همین که وای بازی میکنن اینش رسمان یعنی بچه رسمان کراس
اینا ما گاو دیده ساختگی و مثل گاو حرکت میکنه. اینش به مانند قورباغه کوشش کردم که مانند قورباغه می جهیدن و باشه مانند کرده ساختم. اینش کشتیچه، اینا مورچه، حتی مورچه برای این چیزا من ساختگی هستم. باعث خوشنودی و سرفرازی است که با ابتکار دیرکتور فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره امسال اختصاصهای آموزگاری در دانشگاه تأسیس داده شد. محصلین شهرک و دهات اسفره می توانند منبع در زادگاه خود در سمت ساحه آموزگاری، تحصیل و ساحه معلومات گردیده باشند. بچه ایجادکار، اختراعکار، ریاست فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره ما در حضور جانشین دیرکتور اوید به علم و تعلیم، جانشین دیرکتور اوید به تربیه و ترغیبات اینجا حضور داریم. کدام دستگیری که از جانب ریاست لازم شود تا دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به واسطه رکتور دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان امامزاده الهام تیمور به نهایت دستگیریشان نسبت اختراعکارا زیاد است. حتی ما میتوانیم که همین چیزی اختراعات‌های شما از امکانیت‌های عادی‌ترین استفاده برده یک اختراعاتی که مثلا افسانوی است ساختید ما در خود شهر دوشنبه معرفی کنیم و کدام دستگیری که از جانب ما لازم شود اگر ما همه طرفه آماده برای بعضی اختراعاتی که همچون یک لایحه پیشنهاد کرده شده است و گویا که و این طرح مکت برای با حالت واقعی نزدیک کردن با بعضی محصولات در کار شود که ما باید تکمیل دادن لازم شود اگر کدام شرایطی در کار باشد اگر ما تیار مساعدت کنیم. مسئله تحصیل برای شما کدام امکانیت کدام وای باشد اگر انتخاب در دست خودتان کدام وقت فرصت شود آماده در دانشگاه خواندید کدام وقت شد از روی بعضی فن‌ها ما میتونیم که معلمای گسیل کنیم آماده شما کشته هم صحبت کنن هم درس گذارن هم از شما بعضی چیزهای آموزن و چیزهایی که شما کتی صحبت کرده از شما با تجربه میگیرن با دیگر هم سبقهای شما رسونن با دیگر دانشجویان رسونن. دیگرش به طور فاصلوی حاضر ما حرکت میکنیم. این البته برای یگان وای نیست. حاضر ما نگاه کنیم امکاناتی حاضر تلویزیونی که شما از جای شدتان های ممکن برای چشمتان کمتر وای شود. حاضر ما حتما این کار روزهای نزدیک تشکیل میکنیم. تلویزیونی کلانتر ما حرکت میکنیم یا 55 دیومه باشد اقلا کلانتر که شما از جای شدتان همون دیتالا با و فهموتر کشوتر با ذوقتان زیادتر میشد یک تلویزیونی وای میشد. این برای شما همچون از نام دانشگاه یک تحفه میشد و برای من این چیزاتون تکمیل دادن چی خواهشه باشد اگر ما تیار حتما شما با استیپندی علایده هوسمندی هر ماه میشد برای اختراعکار بودنتان. این برای دیگر جوانان باید نمونه عبرت شود. از هوسی که شما کار میکنید با دیگر جوانان بسیار درسی کلانی هم زندگی میشد هم کسب بشد که شما اثبات کرده استودید که انسان اگر خواهد همه چیز با کامیاب شده میتوند. این همه دستگیری‌هایی که مثلا ما اینجا گفته میگذاریم همش از سیاستی خردمندانه و اجتماعی پیشوای معظم ملت است. همین در کجای کدام گوشه تاجیکستان اگر یک کادر باشد یک اختراعکار باشد یک نوآور باشد ما اگر توانیم که دسترسی پیدا کنیم و از آنها خبردار شویم و مهارت شما رو به دیگر جوانان معرفی کنیم این مکتبی پیشوای ملت است. برای من شما تشکر میگم. پدر و مادرتون با من بسیار minnatdori خودم رو بیان میکنم که چون یک فرزند اختراعکار چون یک فرزندی با تمکین بسیار یک بچه زیبا نورانی تربیت کردند به وای رساندند و امروز شما نمونه هزارها هزار جوانانی هستید که برای کسب آموزی ممکن بهانه‌های می‌یابند که و بهانه برای جوانمرد نمی‌زیبد. شما چندین ما کوشش میکنیم. من اینجا بچه‌ها هستند هم اینجا تشکیلاتی جمعیتی آرمان دلها اینجا اسماعیل فیبولا جان هستند. ما تمامی کوشش به اون روانه میکنیم که همه جوان‌ها از امکانیت‌های شما از دستاوردهای شما از اختراعات‌های شما برخوردار شود با خبر شود برای خودش یک خلاصه کند که از دست انسانی که پیش خودش هدفی عالی میگذارد همه چیز میآید. سلامت باشید.